در دهه 30 سازمان مخوف و هولناک MI6 در انگلستان شخصی را به ایران فرستاد تا بین مردم و قبایل تفرقه بیفکند. همچنین با پوشیدن لباس روحانیت اهداف مهمی را که MI6 داشت از این طریق تا بتونن به اهداف پلیدشون برسن. این شخص که جیکاک نام داشت ابتدا خودشو به کری و لالی زد و کارشو از چوپانی شروع کرد. او 7 سال بود که گوسفندهای مردم رو به صحرا می‌برد و غروب برمیگردوند و مردم هم به خاطر این لال بودن و کر بودنش احساس ترحم و دلرحمی بهش داشتند. این شخص خیلی حرفه‌ای داشت گویش مردم رو در تنهایی‌اش تمرین می‌کرد تا اینکه بعد از 7 سال یک روز در بین مردم شروع به حرف زدن کرد و عنوان کرد که خدا شفاشو داده. مردم در ابتدا کمی مشکوک شدند، اما او که درس فقه حوزه را در انگلستان خوانده بود با دلایلی به ظاهر منطقی مردم را قانع می‌کرد و او میگفت حضرت علی در خواب اومده و گفته تو سید واقعی هستی. جیکاک که ادعا می‌کرد سید واقعی است و هر کسی که حرامزاده باشه اون میتونه با عصاش اونو تشخیص بده. این جاسوس فوق سری MI6 عصاش رو وقتی به طرف شخص میگرفت اگه از اون شخص کینه یا رنجشی داشت دکمه در دسته عصا جاسازی کرده بود و باتری که درون عصا به صورت حرفه‌ای جاسازی شده بود دکمه رو میزد و در هنگامی که اون عصا را به بدن اون شخص میزد جریان الکتریسیته وارد بدن اون شخص میشد و اون شخص رو میلرزوند و از این طریق مردم رو خراب میکرد و میگفت برو و توبه کن و از راه کفر برگرد. جیکاک کم کم عبایی رو دوشش انداخت و بعد مدتی هم عمامه گذاشت و به مرور زمان به سر منبر راه پیدا کرد و برای مردم سخنرانی میکرد. جیکاک در هنگام سخنرانی عمامه‌اش رو در منقل آتشی که در وسط مسجد بود عمامه‌اش رو در آتش میانداخت و میگفت ببینید مردم، سید و جد من واقعی است، هرگز عمامه من نمیسوزه. اما راز نسوختن عمامه‌اش این بود که اون عمامه را از نخ نسوس تهیه کرده بود. جیکاک یک روز به مردم گفت که علی به خواب من اومده و گفته به مردم پیام منو برسان و بگو از این ماده لعنتی نفت که نجس هست حذر کنن. و با دستش حضرت علی روی شونه من زد و گفت برو و مردم را هدایت کن. جیکاک برای این ادعا پیراهنش رو در میاره و میگه مردم ببینید این هم جای دست حضرت علی در روی شونه های من. اما این چطور شد که جای دست حضرت علی در روی شانه های جیکاک بود؟ او 1 ماه قبل از این ادعا با کاغذی که اندازه دستش بریده بود این کاغذ رو شونه‌اش چسبانده بود و مدت 1 ماه هر روز زیر آفتاب می‌ایستاد و بدون اینکه کسی اون رو ببینه. بعد از مدتی که بدنش آفتاب سوز شد اون کاغذ رو از رو بدنش برداشت و در قسمتی که در زیر کاغذ بود که آفتاب نخورده بود رد 1 دست روی شانه‌هاش درست کرد. او به شدت در سر منبر از بد بودن نفت و ادعای این که اگه نفت رو به خانه هایتون راه بدید برکت از زندگی شما میره و تمام زندگی شما نجس میشه. اما در این زمان انگلستان هم به طور وحشیانه نفت را به کشورشون انتقال میداد. اما سرانجام جیکاک در پی به وجود آوردن اختلاف در بین قبایل و طوایف دولت این موضوع فهمید و اونا از ایران بیرون کردن و وقتی که جیکاک از ایران اخراج شد به کشورش انگلستان برگشت و بعد از چندین سال که از این ماجراها گذشت و این اطلاعات از رده طبقه بندی خارج شدن اونا رو به رشته تحریر در آورد